سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل احمد کین. امروز اومدم با مرحله اول GTA V رو براتون آموزش بدم. خب دوستان، اینجا باید نگاه کنین اینا رو، باید ببرینشون تو اتاق. حالا چطوری ببریم؟ باید نشون گانمون رو سمتشون بگیریم تا خودشون پاشن برن. نگاه کنید. الان که اینا رفتن تو، در رو دوستمون قفل میکنه، گوشیمون زنگ میخوره، باید دکمه بالا رو بزنیم، بعد ضبط در دو بار ضبط در رو زدیم درست میشه. و اینجا بمب میترکه و یه نقطه آبی روی نقشه میاد و باید بریم اونجا پولا رو برداریم. اینجا فعلا کسی نیست. خب الان اینجا باید بریم پولا رو بردارین و خب الان اینجا که دارین میرین دوستتون رو میگیرن. بله، مایکل رو میگیرن و باید دکمه پایین رو الان فشار بدیم، شخصیت رو عوض کنیم، بیاریم سمت این دوستمون بزنیم. به مایکل نزنید، باید بزنید تو مغز اون پلیسه. و اینجا باید برین و دکمه آریه که بزنید اینطوری وای میسه. رفتن در رو بتره کنن و الان باید پاشی بری دنبال دوستات. اینجا هم کرکره رو میدیم بالا و باید بریم با پلیسا بجنگیم. دوباره اینجا آردو رو میزنیم و تمام پلیسا رو باید اینجا بکشیم. اینجا باید همه پلیسا رو بکشین تا این مأموریت بره یه ذره جلوتر. میتونین شخصیت هم عوض کنین، بیارین روی مایکل. اینجا دم درم تعدادی پلیس هستش، اونا رو هم بزنید، برین جلوتر. اینا رو هم میزنیم و بعد میریم سراغ دو تا ماشین پلیس دیگه هم هست. اونا رو که زدیم تموم میشه، میریم سوار ماشین میشیم. خب اینا رو هم باید بزنیم. 2 تا ماشین پلیس دیگه اومده. دوستان اینجا سوار نمیشه تا دکمه مثلث نیومده، سوار نمیشه. باید صبر کنین که دکمه مثلث بیاد. الان دکمه مثلث اومد، مثلث رو میزنید سوار میشین. اینجا که سوار شدین باید با آردو گاز بدین و رانندگی کنین. ماشین پلیس هم دنبالتونه، میزنن الان راننده تون رو میزنن، باید شما رانندگی کنین. راننده تون اینجا میزنن، مایکل باید رانندگی کنه. الان یه مپی روی نقشه میاد، باید طبق همون جلو بریم.
ماشینای پلیس هم اینجا دنبالتون هستن. اینجا باید بپیچین. یه تعدادی پلیس جلو راهتون رو گرفته، شما اصلا بهشون کار نشه باشین، بپیچین. اینجا باید این نگاه بکنید. الان این اسنایپره یکی از دوستاتون رو میزنه. مایکل میره برای نجات اون، مایکل هم میزنه. الان فقط مونده ترور. اینجا باید ترور تنهایی با این همه پلیس بجنگ و میتونین گانتون هم عوض کنین. دکمه سمت چپ رو میگیرید، گانتون رو عوض میکنید. الان دوباره یه تعداد پلیس میاد و ترور دیگه نمیتونه مقاومت کنه. این زنه رو الان میاد گروگان میگیره و پلیس ها رو تهدید میکنه اگه شما بیان جلو من این زنه رو میزنم. بعد زنه رو میفرستن پیش پلیس ها، حواسشون رو پرت میکنه. خودش هم فرار میکنه توی این باد برفش. خب الان یه لحظه صفحه سیاه میشه، اشکال نداره اونو. الان این انیمیشن به خاک سپردن این دوستتون که اسنایپر زدهش رو نشون میده و مایکل اومده اینجا از پشت درخت نگاه میکنه، نمیخواد خودشو نشون بده به خانواده اون. خب دوستان این مرحله اولش در حال تمام شدنه. الان میرید یه جایی، مایکل رفته پیش تراپیستش یا همون دکتر روانپزشک. اینجا الان مزخرف دارن حرف میزنن و ما ردش میکنیم. خب دوستان تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.